اما بعد از شروع بحران سوریه در 2011 فرصت خوبی برای اسرائیل ایجاد شد تا اسد به عنوان یکی از مهمترین دشمنانش از قدرت کنار بره. اما کنار رفتن اسد ذی‌نفع‌های مهم دیگه‌ای هم داشت. ترکیه که می‌خواست تبدیل به هاب انتقال انرژی از آسیا به اروپا بشه و خط لوله قطر، ترکیه و اروپا رو دنبال می‌کرد و قطری که با این طرح میتونست درآمد هنگفتی به دست بیاره. پروژه‌ای که اسد با اون مخالف بود و با ایران و روسیه برای صادرات انرژی همکاری میکرد. از طرفی اخوان المسلمین سوریه به عنوان یکی از مهمترین جناح‌های مخالف اسد با حزب عدالت و توسعه که بر ترکیه حاکم بود نزدیکی ایدئولوژیکی داشت. اما تلاش‌ها برای سقوط دولت اسد توسط اسرائیل و ترکیه باعث شد نقش متحدین سوریه مثل ایران و حزب الله توی این کشور پررنگ بشه، تا جایی که پس از اوج گرفتن بحران و بعدتر ظهور داعش، رسما ایران و حزب الله توی سوریه حضور نظامی پیدا کردن و این یعنی نه تنها اسد سقوط نکرد که اسرائیل بزرگترین دشمنش رو هم در کنار مرزهاش دید. البته این درگیری‌ها هرچند منجر به حذف اسد نشد، اما باعث مستقل شدن غیررسمی نیروهای کرد موسوم به SDF در شرق سوریه و تجمیع و استقلال نسبی معارضین حکومت سوریه تو شمال سوریه تحت حمایت ترکیه شد. اما بعد از 7 اکتبر همه چی تغییر کرد. با حمله اسرائیل به لبنان، عملاً نیروهای حزب الله از سوریه خارج و در لبنان متمرکز شدند و از طرف دیگه با حملات همزمان اسرائیل به متحدین ایران یعنی فلسطین، یمن، لبنان و ترور مهمترین نیروهای ایران در سوریه، ایران هم دیگه نمیتونست روی سوریه متمرکز بمونه. با استفاده از این فرصت ایدئال و مشکلات داخلی شدید سوریه و نارضایتی‌ها از اسد، HTS به رهبری جولانی تونست با حمایت ترکیه بدون روبرو شدن با مقاومت خاصی دولت اسد رو طی چند روز سرنگون کنه و به قدرت برسه. با این اتفاق عملاً اسرائیل به 3 خواسته مهم رسیده بود: کنار رفتن یکی از دشمنان مهمش از رأس قدرت در سوریه، خروج ایران و حزب الله از سوریه و قطع دسترسی ایران به حزب الله از مسیر سوریه.